дасту рӯй ва пои Гулистон Каримова 2 сол пеш дар натиҷаи таркиши мошини сабукраве ки гази моеъ мегирифт сӯхт. На танҳо Гулистон, балки писараш ва 3 мусофири дигар низ сахт осеб диданд. ҳодиса дар ноҳияи Рӯшони Бадахшон ба вуқӯъ пайваст. Камтар аз 18-20% дасту рӯй масалан хуб бадани ман сӯхта буд. خب راننده خودش برای فرآمدن از نقلیات آسان‌تر بود، ولی 5 نفر ما مسافرها داخلی نقلیات که بودیم گمان کرد که شاید ترکیش سخت‌تر می‌شود که کسی از احتمال دور نیست که در اینجا زنده نماند. از همین خاطر در ما ناکشاده موند. ما 5 نفر در داخل بودیم ولی راننده خودش بیرون از ماشین. گلستان تقریباً 2 ماه در شفاخانه بیماری‌های سوخته معالجه گرفت، ولی راننده ماشین نه به عیادتش آمد و نه به او کمکی کرد. گلستان برای طبابتش حدود 30,000 سومانی خرج کرد. ولی وقتی که بعدا ما به خود آمدم بعد تقریباً شاید 5-6 ماه بعدا به سود مراجعت کردم، در همین وقت فهمیدم که همین حادثه حتی در شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه روشن حتی به قید گرفته نشده است. من گمانم که اینجا تا اندازه بی‌صلاحیتی مقامات داخل دار است که همین گونه حالت‌ها زیاد رخ می‌دهند. بعدا خب من اگر ماه فوریه بیاد رسا 2 سال میشود که با همین دعوا به سود ناحیه فردوسی مراجعه کردم، ولی هنوزم خب عادی‌ترین کاری که امروز از جانب مقامات سودی باید انجام بپذیرد کردن نشده است. یعنی من حلنامه سود را حتی به دست نگرفتم. حالا دادگاه ناحیه فردوسی دعوای گلستان کریمова را بررسی میکند. راننده ماشین در دوشنبه نیست چون با خانواده‌اش به روسیه رفته است. در تاجیکستان بیشتر از نصف ماشین‌ها با گاز طبیعی حرکت می‌کنند و سالانه ده‌ها ماشین آتش می‌گیرد. صرف نظر از هشدارها در نقطه‌های سوختگیری، بعضی راننده‌ها با مسافران وارد نقطه‌های فروش سوزشواری می‌شوند. ما با بسیاری از رانندگان خواهش می‌نماییم که مسافران خود را هنگام پر کردن گاز و یا بنزین فرارند. آنها به ما میگویند که ما وقت نداریم و یا سراسیمه میباشیم و یا سراسیمه میباشیم، برای همین نمیفرارند ماشین. با نوشتجات‌های ما نگاه نمیکنند، پسند نمیکنند گپ‌های ما را. راننده‌ها نیز میگویند در بسیار موارد خود مسافران با وجود تاکید نمیخواهند از ماشین بیرون شوند. از این رو راننده هم ناچار با مسافران وارد نقطه فروش سوزشواری میشوند. خواهیم وقتی سراسیمگی در مثال پاساژیر خطمیت روی ما زاправка میکنیم میریم. وقتی که مثال سراسیمه و یا میفروریم پاساژیر را جوش میبیا پاساژیر را همش میفروریم. بعد مثلا در زاправка هیچی نمیگن که شما فرورید پاساژیر خیلی زاправка هم به چروی چی گفتن نمیتونن چی بگن آخه. وقتی سراسیمگی در یگان وای کدن نمیتونن. در 2 هفته اخیر در تاجیکستان 2 ماشین بر اثر اخراج گاز ترکید، ولی خوشبختانه کسی در این فلاکت‌ها آسیب ندید. در گذشته 10 نفر کشته و زخمی شدند. گلستان کریمова میگوید اگر راننده و مسافران همچنان بی احتیاطی کنند، فلاکت و مصیبت در خانواده‌ها زیادتر می شود.